خب بریم گرنی یک. و اول برم اینجا صداری خورده درست کنم. خب الان بهتر شد. خب رو حالت هارد میخوایم بریم و گرافیک هم اوکیه. خب شروع. خب وسط جنگلیم ما. خب خونه گرنیه و ما الان بخمون میشه که بریم خونش. شما اینجا کی تشریف آوردی؟ یه دونه زد هم علاجمون و دیگه از همین الان شروع میشه. خب روز اول خب ما این چرا قوه رو برداریم. اینجا هم هیچی نیست که همیشه نیستش. باتری هم پیدا کردیم تا فعلا. سیمچین فعلا بریم باتری رو بذاریم، اگه آیتمای ماشین گیر بیاد تموم. خب ما اینا اینجا دراپ کنیم. سیمچین رو فعلا برداریم. خب اینجا رو هم بگردیم. این که هیچی. اینجا هم چیزی نبود. خب من اینو اینجا دراپ کنم. این استوک گان رو برداریم بریم بزنیم بگان. تا موقع ننه نیومده من برم رو بزنم. اینجا رو هم بگردیم. و اول من اینجا یه صدایی درست کنم که ایسکاش بگیریم. ما از این ور میایم. خب ایو اینجا هیچی نداره. الان ننه میادش. من برم از اون ور تو حیاط. خب اینجا هم چیزی نیست. خب برگرد. من تا اینجا یه صدا درست کنم. بنزین میرم فعلا تا پایین میندازم. همینجا خوبه. خب ببینیم این تو کشوها چی داره. هیچی. خب این همین. خب سر شاتگان مونده وسط چه پیدا کنیم. اینو یه جا صدا درست کنیم. خب یه جوری راه بریم که چوبای زیرمون صدا نده. ببینیم این کلاغه چی داره زیرش.
خب ریموت پایینه که فعلا به کار نمیاد. ببینیم توی این اتاق چی داره. خب چیز خاصی نداره. من این شمعم بردارم. خب اینجا صدای درست کنیم و دیسکاش بگیریم، از این ور بریم بذاریم. خب این هم از شمعک. یه هود میمونه با آچار فرانسه و کارکی. من اینجا یه صدایی درست کنم، اینو بیارم اینجا خفش کنم فعلا. ما قایم میشیم این تا بیادش. خب این الان بره، ما هم اینو روش ببندیم. اینم آن. خب تا فرصت هست ما بریم بقیه چیزا رو پیدا کنیم. خب این که هیچی، این فعلا اینجا باشه. اینا چی داره؟ اوه وسط شاتگان. خب این فعلا اینجا دراپ کنم. تو اینم هیچی نیست، هیچی. کتاب واسه بالا کیوله رو میخوایم بریم بذاریم پایین رو بگردیم ببینیم چی داره. خب این تا موقع کلید در دهنش میاد بیرون ما بریم بقیه چیزا رو بدیم. خب اینو بریم بذاریم. این اومد. ما از تو حیات میپیچیم میریم توی زیر زمین. خب اینم از این. ریلودش کنیم و بریم ننه رو با تیر بزنیم. شا. خب بریم یه تیر دیگه برداریم. من برم اینو بندازم. ما اینو برداریم بریم پایین رو باز کنیم. خب این از این کلیده که به دردمون نمیخوره. خب ضایع شدیم. اینو باز باید برای چیز زیر زمین باز استفادهش کنیم. جای عنکبوته فعلا اینو اینجا دراپ کنیم. این بودش هم پیدا کردیم که هیچ. و مونده آچار و کارکی. خب بریم این کلید رو برداریم. خب این از این. خب من این کلید رو بزنم. این هم برداریم بریم. خب این نیستش. ما بیایم اینجا. هیچی نداره. این بره نگاه کنیم. خالیه. بریم اون تر هم بگردیم. خب این بیفته دنبالمون دورش بزنیم. از این بر بریم اینو باز کنیم. پدلاکی برای در گاراژ ماشین. این بره. من اینو برم توی
گارش دراپ کنم بعد بیام جای آسانسوره. خب من اینجا دراپش کنم. خب نیست فعلا. اوکی بریم سریع. بکنم یک بود دیگه. آره ای بابا یک رو بازی میکنیم. خب کرنگ من کرنگ هم برم بذارم. خب این پوشش به ما سریع. خب همین اینجا دراپش کنیم. نیستش. خب بریم یه جای دیگر هم نگشتیم بگردیم چی داره. نیستش. نه خب این سمت راسته فعلا. گوش رو برداریم اومدش سریع بریم. خب نیستش. ما اینو دراپش کنیم. کرنگ رو برداریم و دیگه بذار بریم اینو تو اینجا قفلش کنیم فعلا تا بیاد. خب این بره تو. دوباره در رو پوشش خفت کنیم ببندیم. خب کرنگ رو فراموش کردیم. برش داریم. بذار خونساش کنم. خونسا نمیشه بابا. گذار ای بابا ولش. نه ستا. ای بابا این که اومدش. ای بابا این باگ داره. خب بریم ببینیم چی داره. چکش. خب چکش واسه بالا میخوایم. خب اینجا صدای درست کنیم از این ور. بریم این سه تا تخته رو که اینجا هست بشکنیم. خب این از اینا. خب غذای پرنده ما فعلا بریم بهش بدیم. از این ور بریم صدا نده این زیرمون. خب این ریموته بود. بذار ببینیم. خب این از این. خب یه دونه قفل شکن هستیم که با صدای ماشین هم به کار نمیاد. هم اسپری فعلا به کارمونه. خب من این گوشتم برم بدم. ای
بابا یهویی اومد جلوم. خب فعلا اینو بریم بذاریم. این اومدش. اینو ایسپاشو بگیریم. ای بابا این چیه؟ خب الان بل کرد. ما هم از اون ور بریم باز کنیم درو. خب این الان میادش. این دید ما رو. فعلا اینجا قایم شیم تو این بره. برم بالا اینو بذارم. خب این از این. سریع بریم اینو ببینیم توش چیه. خب آچ فرانسه. آچ فرانسه هم جور شد. فقط مونده کارکی. ما اینجا قایم شیم چون این صدا داد الان میادش. خب نمیادش ما بریم از این ور. دراپ کنیم اینو. دیوا از این ور بریم. خب من این کلیدرم بزنم به این. خب این از این. فعلا ریلود کنیم. نمیشه کلش انداخت روی. نه دیگه. بگو دهن تو بکن. خب کجا رو دیگه نگشتیم. خب اینجا هم هیچی نبود. خب ما این چکش رو برداریم بریم بالا رو هم بگردیم چی داره. خب تا موقعی که رفته ما بریم یه چک کنیم اینجا رو. هیچی. خب
اینا که به کارمون نمیاد. برگردیم چکشون رو بردارم. بیام اینجا رو ببینم چی داره. سریع اینو قطعش کنیم، دراب کنیم، اینو بریم اینجا قایم شیم تا اون موقع بیاد بره. ای بابا این باز گیج. برو دیگه. ای بابا درست شد. خب این نبینه ما رو. خب این رفت. فکر کنم از این ور بریم. بریم چی داره توش. این سیمچین میخواست. یا بعد چقدر ترپ کشت. خب ما از اینجا بریم. چه صدایی این نیومده. اومدش. این سیمچین رو برداریم از اینجا. خب سیمچین کجا بود؟ آینش. خب این بکنم رفت. خب ما از این بر صدا درست کنیم از اینجا. خب موقع بیاد ما این شاتگان تیر خلاصی بهش بزنیم. این نمیادش. خب ای بابا چه نمردیم. خب این رفت. خب من همین اینجا دراب کنم از این بر بپیچم برم بالا. سریع بریم ببینیم چی توش بود. خب از اینجا سریع نشسته بریم. خب قطع کنیم اینو دراب کنیم ورد. خب ما بریم از این ور ببینیم چی توش داره. خب بریم چی توشه. کارکی خیلی هم عالی. تموم شد است. همین الان میریم میزنیم و تمام. خب اینجا آچار اینم کجا بود. آچار رو کجا انداخته بودم. هم کجا بود یا روز 4 الکی مردم. این که اینجاست که 1 ساعت دنبالش. خب بریم سریع بزنیم بریم. خب ما اینو درست کنیم. این از این و بنزین هم برداریم.
پر کنیم اینو. این از این. خب این کلیدو بردارم، دراشم ببندیم، اینم باز کنیم، سریع استارت کنیم، دنبالمون ما بریم سریعتر. اینم از پایان ماشین گرانی رو حالت هارد. خب ممنون که تا اینجا بودید، کامنت بذارید و غیره و غیره.